من روبیا. نام من سعید محمد میباشد. نام من سعیدم. نام من ولی جان. نام من عزیزم میباشد. نام من صداحلا میباشد. نام من تخمین است. اکمال شه هستم. نام من دیبک میباشد. نام من روبیا. معنای نام از کلمه عربی گرفته شده. معنایش چهارم میباشد. نام من سعید محمد. معنای نام من باشد یعنی که سعید محمد، یعنی که ایدی سعید و محمد باشد، یعنی نام پیغمبر بزرگم. سلام، نام من سعیدم. معنای نام من سعیدی فطر میباشد و یک از معنای دیگرش خوشبختی میباشد. نام من ولی جان یعنی ولی خداوند دانا. باز نام من یعنی شخصی بزرگ از لقب علی گرفته شده و بعدی پیامبر یعنی بزرگ میباشد. من عزیزم میباشد. معنای نامم عزیز دلها و کامیاب نایاب میباشد به فکرم. Значение моего имя Рустам это легендарный герой персидского народа эпоса, одна из центральных фигур, написана в Фирдавси Шаҳнама. نام من تخمین است. راست دیگه بگم معنای نامم را نمیدونم. نام من صداحلا میباشد. معنای نام من یعنی سنت پیغمبر، هر یک کارهایی که پیغمبر اجرا میکرد و به ما میراث مانده است، معنای میباشد که ما باید به همین کارها عمل کرده، پیروی کرده، همین عمل کنیم. سلام علیکم، اکمال شه هستم و متاسفانه معنای نام خودم رو نمیدونم. نام من دیبک میباشد. معنای نامم با فکرم اید میباشد.